سلام درود خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی. این پارت قسمتمون هوش مصنوعی های عمومی هستش که میخوام هوش مصنوعی رو بهتون توضیح بدم. پارت قبلمون درباره این صحبت کردیم که هوش های مصنوعی به چه دسته وجود دارن که 3 دسته بود. بعد هوش های مصنوعی کدومشون به واقعیت، کدوم دستش به واقعیت پیوسته، کدومشون نپیوسته. اما این هوش مصنوعی که براتون ظاهر شد چت جی پی تی، همتون شاید باهاش کار کرده باشید. ولی هوش مصنوعی چت جی پی تی برای چه کاریه؟ هوش مصنوعی چت جی پی تی فقط برای چته و امکان نداره که مثلا توی هوش مصنوعی چت جی پی تی عکس بفرستید، فیلم بفرستید. اگه فیلم هم نمیفرسته براتون، عکس هم براتون نمیفرسته، چون فقط یه هوش مصنوعی متنیه که فقط میتونید باهاش با متن صحبت کنید. مثلا بگید 10 خط مثلا سناریو بده. این هوش مصنوعی چت جی پی تی بود. هوش مصنوعی لئوناردو. هوش مصنوعی لئوناردو همونجور که الان تو عکسش ظاهر شد، یک هوش مصنوعیه که برای عکس نوشتن استفاده میشه. آره درسته. آره. هوش مصنوعی برای طراحی عکسه و پولیه. سومین هوش مصنوعیمون گاماس اسمش. گاما یک هوش مصنوعی نه برای تولید متن، نه برای تولید عکس، نه برای کارهای دیگه. این هوش مصنوعی برای طراحی سایت و کسب درآمد خانگیه که فارسی هم هست و خیلی ثبت نام کردن توش خیلی راحته، جوری که راحته مثل آب خوردنه. بعد این هوش مصنوعی طراحی برنامه رو انجام میده، طراحی سایت رو انجام میده و خودش نزدیک 1000 تا اعتبار رایگان بهتون در اختیارتون میذاره. بعد از اون باید بخرید. این هوش مصنوعی که براتون ظاهر شد ویراس اسمش. این هوش مصنوعی معروف نیست و پرطرفدار هم نیست، ولی امکانات بیشتری فراهم کرد. مثلا هوش مصنوعی کار چت جی پی تی رو انجام میده، کارهای لئوناردو رو رایگان انجام میده. چت جی پی تی هم رایگان انجام میده، لئوناردو هم رایگان انجام میده و فارسی هم میفهمه، انگلیسی هم میفهمه. خیلی ساده. و تا جلسه بعد خدا نگهدار.